سلام، آیا از پلتفرم های کلاهبرداری چون میتامکس، تریکارد، میتاکویست، ترافیک و غیره خسته شده اید؟ آیا به دنبال کسب درآمد طولانی مدت از طریق اینترنت بدون استرس هستید که هرگز در آن فریب و کلاهبرداری نباشد؟ اگر جواب شما بله هست، پس به گیم تنسنت پی پی رنچ یا فارم مرغداری خوش آمدید. در این گیم تلگرام شما می توانید به راحتی روزانه تخم‌های مرغ را از فرم‌های عمومی جمع‌آوری کنید، آنها را به USDT یا دلار تبادله کنید و پول آن را مستقیم به حساب بایننس خود بدون هیچ کمیشن در ظرف 2 دقیقه ارسال کنید. این گیم مرغداری مشابه گیم‌های تلگرامی دیگر چون همستر، تپسویپ، داکس و غیره است، اما تنها تفاوتی که دارد این گیم از قبل در بایننس لیست شده، یعنی شما می توانید با جمع‌آوری تخم‌های رایگان روزانه کسب درآمد کنید و آن را در حساب بایننس خود بدون هیچ کمیشن یا محدودیت ارسال کنید. خب، طریقه کسب درآمد از این گیم چگونه است؟ بعد از اینکه شما وارد لینک تلگرام این گیم شدید، برای شما این صفحه ظاهر می شود. شما ببینید چقدر یک گرافیک ساده دارد، اما این گیم می تواند زندگی مالی شما را در طولانی مدت تغییر دهد. در این گیم شما می توانید از راه‌های مختلف کسب درآمد کنید. از طریق جمع‌آوری تخم‌ها از فارم عمومی، یعنی شما می توانید روزانه از اینجا وارد فارم پابلیک ایریا شوید و تخم‌ها را طور رایگان جمع‌آوری کنید. هر تخمی که شما به دست می آورید به اساس USDT یعنی دلار محاسبه شده، شما می توانید روزانه از 0.11 دلار الا 1 دلار طور رایگان به دست بیاورید که مجموعه درآمد شما در قسمت پروفیت اینجا ظاهر می شود. برای انتقال درآمد جمع شده از قسمت پروفیت به حساب بایننس اینجا بالای پروفیت کلیک می کنیم، اینجا ویدرا را انتخاب می کنیم. حالا برای برداشت پول باید فقط یک بار پسورد امنیتی بدهیم. می توانیم هر 4 پسورد را مشابه نوشته کرده بعد بالای کانفرم کلیک کنیم. شما ببینید من فعلا در قسمت پروفیت 0.32 دلار دارم. برای برداشت پول یا ویدرا شرط این است که باید حداقل 1 دلار داشته باشم تا بتوانم آن را به حساب بایننس خود انتقال کنم. خب من فعلا 1 دلار ندارم، چی کار باید بکنم؟ باید چند روز دیگر هم بالای پابلیک ایریا رفته تخم‌ها را طور رایگان جمع‌آوری کنم. بعد وقتی که در قسمت پروفیت 1 دلار شد، آن را در حساب بایننس خود بدون هیچ کمیشن انتقال دهم. اما یک طریقه دیگر در این گیم موجود است که شما می توانید در وقت بسیار کم درآمد بیشتر کسب کنید. طریقه دوم، کسب درآمد از طریق خریداری فرم‌های مرغداری. در این طریقه می توانیم فرم‌های مرغداری را خریداری کنیم، روزانه تخم‌های آن را جمع‌آوری کرده و آن را به USDT یعنی دلار بفروشیم و درآمد روزانه خود را بدون هیچ کمیشن در حساب بایننس خود در ظرف 2 دقیقه ارسال کنیم. شما ببینید اگر روی فرم اول کلیک کنیم اینجا جزئیات آن ظاهر می شود. این فرم 8 دلار ارزش دارد. روزانه می توانید تا 5 تخم جمع آوری کنید. هر تخم 0.32 دلار ارزش دارد که در کل 1.6 دلار می شود و برای 7 روز اعتبار دارد. فرم دوم که است 28 دلار ارزش دارد. روزانه می توانید تا 10 تخم جمع آوری کنید. هر تخم 0.40 دلار ارزش دارد که در کل 4 دلار می شود. برای 10 روز اعتبار دارد. به همین ترتیب فرم سوم و چهارم قیمت های مختلف دارد. قابل یادآوری است که در این فرم ها روزانه تخم های اضافی و یک دراپ طور توفان انداخته می شود که این دراپ از 5 دلار الی 30 دلار ارزش دارد. اگر شما بیشتر در این گیم آنلاین باشید می توانید آن را در فرم های خود دریافت کنید. طریقه خریداری فرم ها: برای خریداری فرم اول و فرم دوم به 36 دلار نیاز داریم، یعنی می توانیم آن را از حساب بایننس خود دریافت کنیم. برای این کار ابتدا بالای قسمت بیس آمده اینجا روی علامه مثبت کلیک می کنیم. اینجا نتورک BEP20 را انتخاب کرده و آدرس آن را کپی می کنیم. حالا بالای حساب بایننس خود رفته 36 دلار را در این آدرس ارسال می کنیم. برای این کار اینجا روی والت کلیک می کنیم. اینجا اسپات را انتخاب کرده بعد بالای تب ویدرا کلیک می کنیم. در قسمت سرچ نوشته می کنیم USDT، آن را انتخاب می کنیم. در اینجا کریپتو نتورک را انتخاب می کنیم. اینجا آدرس کپی شده گیم خود را وارد می کنیم. اینجا BEP20 را انتخاب می کنیم.
اینجا مقدار پول را که میخواهیم انتقال بدهیم نوشته میکنیم. ما باید اینجا 36.20 دلار ارسال کنم چون 0.20 دلار کمیشن میگیره. در نهایت روی ویدرا کلیک میکنیم. شما ببینید برداشت موفقانه انجام شد. حالا اگر دوباره بالای گیم برویم شما ببینید در قسمت 20 برای ما 36 دلار اضافه شده. حالا می توانیم فرم اول و فرم دوم را خریداری کنیم. برای این کار روی فرم اول کلیک میکنیم. اینجا بالای انلاک کلیک میکنیم. شما ببینید این فرم موفقانه باز شد. به همین ترتیب می توانیم فرم دوم را نیز باز کنیم. حالا باید 10 دقیقه انتظار بکشیم تا تخم ها در فرم اضافه شود. فعلا ویدیو را ما استاپ میکنم. دوباره ویدیو را شروع کردم. شما دقت کنید تا 5 ثانیه دیگر تخم ها ظاهر می شود. شما قسمت پروفیت را ببینید. فعلا 0.32 دلار داریم. حالا اگر این دو تخم را جمع آوری کنیم در اینجا قیمت هر تخم محاسبه می شود. فعلا در قسمت پروفیت 0.93 دلار داریم. حالا باید هر 10 دقیقه بعد یا هر چند ساعت بعد در گیم بیاییم تا تمام تخم ها در فرم اضافه شود. بعد می توانیم تمام تخم ها را یک جا جمع آوری کرده و پول آن را در بایننس خود انتقال بدهیم. شما ببینید قیمت هر تخم در قسمت پروفیت محاسبه می شود. تمام درآمدی که امروز به دست آوردیم در کل 15 تخم بوده. 5 تخم از فرم اول و 10 تخم از فرم دوم دریافت کردیم که در کل 5.23 دلار می شده. برای انتقال 5.23 دلار از قسمت پروفیت به حساب بایننس ما اینجا بالای پروفیت کلیک میکنیم. حالا از اینجا گزینه BEP20 را انتخاب کرده در اینجا آدرس BEP20 والت خود را از بایننس کپی کرده و وارد میکنیم. برای این کار بایننس را باز میکنیم. در اینجا بالای والت کلیک میکنیم. اینجا اسپات را انتخاب میکنیم. اینجا بالای دیپوزیت کلیک کرده در این قسمت نوشته میکنیم USDT و آن را انتخاب میکنیم. حالا در اینجا BEP20 را انتخاب کرده آدرس آن را کپی میکنیم. بعد دوباره بالای گیم رفته اینجا فشار گرفته پیست میکنیم. در قسمت پایین مقدار پولی که میخواهیم انتقال بدهیم آن را نوشته میکنیم. میتوانیم بالای آل کلیک کنیم تا تمام پیسه انتخاب شود. در اینجا پسورد امنیتی خود را وارد میکنیم و در نهایت بالای کانفرم کلیک میکنیم. ویدرا موفقانه انجام شد. شما ببینید برای ما در کمتر از 1 دقیقه ایمیل آمده و اینجا نوشته است که 5.23 دلار در حساب بایننس شما موفقانه اضافه شده.